5 تا شباهت بین ما و ایتالیایی‌ها که شاید ندونیم. اولیش اینه که ایتالیایی‌ها هم مثل ما به گذشتهشون خیلی افتخار میکنن. یه امپراتوری روم میگن 100 تا امپراتوری روم از دهنشون میریزه. دومیش اینه که ایتالیایی‌ها هم مثل ما خیلی ارق ملی قوی دارن. غذا، فرهنگ، هنر، همه چی مال ایناست. مخصوصا وقتی که پای فرانسه در میون باشه. سومیش اینه که ایتالیایی‌ها هم خیلی تمیزن و به بهداشت فردیشون اهمیت میدن. مصداق بارزش هم ایشون. چهارمی اینه که ایتالیایی‌ها هم مثل ما خونه تکونی بهار دارن. حالا نه در اون مقیاس، ولی خونه هاشون موقع بهار یه نظافت کلی میکنن و بهش میگن لپولیتسی دی پریماورا. انجامیشم که نگم براتون، مردای ایتالیایی فوق‌العاده مامانی هستن و شاه پسرای مامانشون هستن. اگه با یه مرد ایتالیایی آشنا شدی و دیدی 10 بار روزی به مامانش زنگ میزنه، اصلا تعجب نکن. تو شباهت دیگه ای سراغ داری؟ حتما توی کامنت ها برام بنویس.